سوال تا بگو. حضرت نبی وقتی حج رفتن اینه سمالیات بگه سیدری سمالیات هم لطای وسیمه نمیشه او سمالیات هم قبول توزه نگه میدونن مجدونارود استاندارد باید جوابگو باشه با فکرم او ایلیبوسا مونده توزه اگر به قبار نداره اگه در سمالیات سعی کردن در کنه هر چیزی از جنسی زمین باشه سنگ باشه میگم که خاک باشه اقلا چنگ باشه چنگ داشته باشه همون لطر هم اگر چنگ داشته باشه میشه نداشته باشه نمیشه بعد در سمالیات طهارت کردن میشه کو سمالیات او دوره برای چی در سمالیات باید ممکنی همین کمو گشته خدا را شکر بسیار گشتگی بعضی پلیوتوی به 12 ساعت هم رفتگی ای مسکو تو چیکاگو 12 ساعت پریدگی نه که او دوره همه سمالیات امکانیت طهارت کردن دوره با حضور میتونی طهارت کنی اگر حتی همون جمعه میده که بعد باشه دنیا را با کلاشka گرفته است استکان گرفته است میتونی او بگیری همین 4 عضو فرضی را که شستنش لازمه میشود اونجا کردن بودا او چیز او گرم دور او سمالیات دیگه مشکل نداره تیمم وقتی میشود که وقتی درست میشود که او نباشه یا او هستی تو سالم نیستی او تو ضرر میکنه یا امکانی گرفتن همون آب نیستی یا به حد دور آب اینطوری شغلات داده میشود همیشه نه خوب گفتیم اولش نیت دویم قصد خاک پاک ولی نه بالنیسا دیگه او بیمارخانه‌ای که همین دیواری اوحک دوره قریب کم ای خدا را شکر خیلی جامعه پیش رفته است الحمدلله خیلی آباد شده است دیگه همه ابوی زدگی یا که هم چیزای خوب کردگیان کراسکا کردگیان کراسکا نمیشه داره بیمارایی که در بالنیسا هستند همون صاحب درکوش یگون سنگک بگیرن برن سنگ خش بوده آبشون توزه کنن سنگ توزه و آزاده هم که باشه جنسی زمین که هست میشوه همون برکش دمونن هر وقت تیمم کردنی شوه تیمم میکنه در بروی همون سنگ این دیمش بده دیم فرضش سیم یک ضربه زدن برای مسح رو این همین دو دسقاطی بسم الله الرحمن الرحیم یک ضربه میزنی بود در همون سنگ میسولد سنگ پکرون شده خیلی دو دست دو شواده چه دست کجا میشه اینم یا تا پنجه میزنی بعد دو دست رو را میشکی امی دمیدن مو تو زیری منه این نرمی با این نرمی یعنی یا بور همین رو را پر را میشکی یا بور خب فرضی چهارمش یا ضربه دیگه میزنی برای دو دست همین تا میزنی اول با دستی چپ دستی راست ای سری انگشت گرفتن سنت ای اینا چیکاره که در تورات ای سری انگشت هم میکنی کو تیمم دم میخیلای اینا با سه انگشت اینا اینا خینسر میگن ایشا بونسر میگن ایشا وسطا انگشت خوردی انگشت بعدیش انگشت میونه یک قسمتی گوشتی دستت قطی کافی دست قطی اینا به سری پنجه میگیری میبری با اورینجا اگه دست بالا میکنی ولی من نکردم دست حتما بالا میکنی رنگ در تورات میکنی کو که بردی اینا ایده تایدگاش موندگی قطی یک قسمتی بالای گوشت اینا میجا میگیری با سری انگشت میاری بعد دیگه ضربه نمیزنی با این دستت این حکمی ایده با این دستت با ایشا میکنی این دستا میکنی بعد اینا بین انگشتات تماس میکشی خلاص اینا میشه تیمم همین 4 فرض ای بچو زینهار و زینهار فراموش نکنی ها خونه تمام اینا میخوای اصولا که ایرانی همین شریعت هم اصول گرفتگی افسوس و صد افسوس که با قدر همین شریعت نمیرسی همین کار اصول کردگی با حیله و نیرت میکنه نیتش چقدر حضرت نیتش اصلا نیت قصد قلبی است همین بدیل قصد کردی که من تیمم میکنم برای از جنابت پاک شدن یا برای نماز بر من درست شود همین کفایه میکنه نه که با اگر به دهن هم گفتی خوب نیت کردم تیمم سازم از برای رفع جنابت یا که نیت کردم تیمم سازم تا نماز بر من روا گردد میشه ان شاء الله اگر هم دل خاطرم قصد کردی نیت قصد قلبی است به همون میشه اینا مثلا در المستدرک علی صحیحین امام حاکم در سنن ابو داود روایت اومده است حضرت میگه که انا اقرا یاسین علی موتاکم یاسین بر مردهاتون بخونید بعضیا هم موتا را مرده را محتضر گرفتیان یعنی شخصی که در حالت کندن جان است اما اینا یقینا اینا رد کردن نمیشه که بعد مرده خوندنش ممکن نیست اما نابینا در نزد احمد ابن حنبل سوره یاسین بخون در بالای مرده خب همچنین حدیث است در جامع سنن ترمذی بوره میگه هنگام سفر
صحابه در راه شب وقتی که خوب میکردن جوی خیمه میزدن. یکی از صحابان از حضرت صلی الله علیه و سلم اومد گفت یا آواز شنیدم سوره ملک کسی خونده است. همونجا قبر بود است. بالای قبر در خیمه زده دیگر سوره آواز سوره ملک شنید. با حضرت گفت اینها مانعه اینها شافعه. این سوره مانعی از آب قبر است. این سوره شفاعت کننده مؤمن است. همین سوره ملک گفت. و ما عادت کردیم تبارک میخوریم بود در سر قبر. اصلا اسناد این حدیث ضعیف است. لیکن هم حدیث ضعیف هم در فضایل اعمال اگر به شرط ضعیفی واه نباشه، ضعیفی موضوع نباشه، متروک نباشه استفاده میشود. خب همین بدرالدین عینی در شرح صحیح بخاری در عمدة القاری چندین حدیث رو آورده است. من دخل المقابر فقرأ یاسین خفف الله عنه یومئذ. هر کسی داخل قبرستان میشه و سوره یاسین میخونه همون لحظه خدای تعالی در احوال اهل قبرستان یک سبکی را عطا میکند. این امیر با چندین طرقا روایت کرده است. وقتی روایت ضعیف با سه طریق روایت شد، با چند طریق روایت شد، علاوه حکم حسن لغیره را میشه بگیرد. یا حدیثایی هستند که صراحتا ثابت میکنند که قرائت در سر قبر مستحب است. همچنین هست روایاتی که دلالت به همین کار میکنند. اگر چند صریح هم نباشند اما صحیح هستند و دلالت میکنند. از جمله در صحیحین اومده است، در صحیح بخاری و مسلم در روایت حضرت عبدالله ابن عباس است. اگر همین صحیح بخاری روایت کنم میگه عبدالله ابن عباس که مر نبی صلی الله علیه و سلم بقبرین فقال انهما لا يعذبان و ما يعذبان فی کبیر. صاحب این دو قبر گفت در عذابند. حضرت از پیش این دو قبر میگذشت گفت صاحب این دو قبر در عذابند. اینا را برای کار عذاب میتن که در چشمشو اندک میتافت. اما پیش پروردگار یک گناه عظیم است. اما احدهما فکان یمشی بالنمیمه. گناه یک نفرش همین بوده است که بز بدهی، خبرکش بدهی. ولی بعضی خیال میکنن که این کاری اندک است. نصف عذاب قبر ایام حساب یعنی خبرکشی و بزی میشود. و اما الاخر فلا یستنزه عن البول. دویمش از همین پیشاب احتیاط نمیکرده است. وقتی پیشاب میکرده است خشوع پاک نمیکرده. قسم دیگه عذاب قبر حساب اینم پاک نبودن از حساب پیشاب میشید است. برای وقتی که استنجا میکنه احتیاط کنه. خوب استنجای خاکی باشه. ها؟ اما خبرکش و دم فروش نمیشه با. بس گفتم کوباش. مباشر خبر خشم بردگی بود مباشر. اون نام شای اسم خاص ای. نه همون کی بود مقصد؟ او یک راوی حدیث ای. یکی از راویای حدیث، یکی از محدثای همون عصر زمان. خبر خشم بردگی نزد خودمان نه. آخه مباشر صفت باشه اگر اینا مبشر و نذیر تمام صحابه تمام پیغمبرای خدا همش مبشر هستند. بشارت میکنند. اما مبشر نام آدم هم میشوه. مهندس انجینیر های. لیکن مهندس نام آدم هم میشوه. مهندسی